در جمهوری داغستان روسیه به یاد قربانیان حمله شام 23 میلیون سال 2024 به دو کلیسا و دو سینگوگا در شهرهای مخچقله و دربند 3 روز ماتم اعلام کردند. در جریان حمله های شام یکشنبه 15 کارمند پلیس از جمله سردار پلیس شهر داگستانسکی اگنی، دست کم 5 تن از جنگجویان و چند نفر ملکی از جمله پاسبان و راهب کلیسای پروسلاوی شهر دربند کشته شدند. بنا به خبرها حملگران گروه رهبر 66 ساله نیکولای را بریدند. در بین جنگجویان کشته شده 2 پسر و جن رئیس نویه سرگوقله محمد عمروف نیز بودند. این منصبدار را علاقه از منصب حزب حاکم ایدین روسیه رانده به حبس گرفتند. رهبر داغستان جنرال سرگئی میلیکوف در فرمانش گفت 24، 25 و 26 میلیون در داغستان روزهای ماتم اعلام کرده شوند. در روزهای ماتم در تمام قلمرو جمهوری پرچم‌های دولتی پایین فرآورده شوند. مؤسسه‌های دولتی و شبکه‌های رادیو و تلویزیون تمام برنامه‌ها و چاره‌بینی‌های تفریحی را بیکار کنند. به حکومت داغستان دستور داده شده است که برای رسانیدن کمک به خانواده‌های کشته شدگان، آسیب دیدگان تمام چاره‌های لازمی را بیاندیشند. مقامات داغستان گفتند که حملگران اعضای سازمان بین‌المللی تروریستی بودند. مقامات نام سازمان را نگرفتند، ولی مسئولیت اکثر حمله‌های خونین تروریستی سالهای اخیر را سازمان تروریستی داعش و وقتهای اخیر بخش افغانستانی این سازمان در اکثر کشورها ممنوع داعش خراسان به دوش میگیرد. در نتیجه حمله شام 22 میلیون در دربند و مخچقله 15 کارمند پلیس و چند نفر ملکی کشته شدند. یکی از کشته شدگان سردار پلیس شهر داگستانسکی اوگنی مولودین خضر نبیوف است که برای کمک در عملیات ضد حملگران به دربند آمده بود. او در جریان تیرپرانی با جنگجویان جراحت وزنی برداشته به هلاکت رسیده است. درباره شماره حملگران به مخچقله و دربند هنوز یگان معلومات دقیق نیست. درباره کشته شدن دست کم 5 جنگجو خبر می‌دهند. بنا به گزارش‌ها در بین آنها 2 پسر و 1 جن رئیس نویه سرگوقله محمد عمروف نیز بودند. گفته می شود که سرکرده حملگران یکی از فرزندان عمروف بوده است. رئیس سرگوقله که 9 فرزند داشته است علاقه دستگیر و از منصب رانده شده. صحیفه‌اش را از سامانه رسمی حزب حاکم ایدین روسیه نیز با شتاب پاک کردند. بخش داغستانی حزب خبر داد که محمد عمروف به سبب اعمالی که حزب را بدنام می‌کند از صف ایدین روسیه اخراج کرده شد. در بین جنگجویان کشته شده همچنین حاجی مراد قادروف 28 ساله استاد ورزش در گشتی طرز آزاد و دستپرور مکتب عبدالمناف نور محمدوف پدر حبیب نور محمدوف را شناختند. حمله مسلحانه در دربند و مخچقله نزدیکی شام یکشنبه 22 میلیون آغاز یافت. در دربند سلاح‌بدستان با автомат‌ها به کلیسای خرام پکرو و پرسویتای بگرودیسه در کوچه لنین و سینگوگا یعنی معبد یهودیان با نام قلعه نماز در کوچه تغیزاده حمله کردند. در پی تیرپرانی سینگوگا آتش گرفت. انجمن یهودیان روسیه گفت حمله به مبدأ یهودیان در دربند قبل از نماز شام صورت گرفته است. در نتیجه حمله به کلیسای دربند پاسبان این کلیسا و راهب پراتیری نیکولای کاتلنیکوف که 66 سال داشت بیش از 40 سال باز در کلیسا خدمت میکرد کشته شد. بنا به گزارش‌ها حملگران گلوی راهب را بریدند. تقریبا همزمان با حمله دربند سلاح‌بدستان در مخچقله به یک پاسگاه پلیس در کوچه ایریوموشکین و سینگوگ واقع در نزدیکی این پاسگاه را تیرباران کردند. همچنین در نزد کلیسای جامعه سوتای اوسپنسکی کاتدرالنی سابور در کوچه اورجنیکیدزه هدف حمله قرار گرفت. 19 تن از راهبان و نمازگزاران در داخل کلیسا پنهان شدند. آنها را بعدا کارمندان پلیس از آنجا رها کردند. درباره تیرپرانی در دهه سرگوقله که 65 کیلومتر جنوبتر از مخچقله جایگیر شده است نیز خبرها به دست رسید. در اینجا افراد سلاح‌بدست به ماشین پلیس حمله آوردند. در نتیجه یک کارمند پلیس جراحت برداشته است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 24 ایون در یک برقیه تسلیت به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین حمله داغستان را حمله ظالمانه تروریستی نامید.